مرکز مطبوعات کمیته علوی فوق‌العاده تاجیکستان گزارش‌های مختصر از سیل‌های 2 روز اخیر و جریان برطرف کردن پیامدهای آفت‌های طبیعی در شهر و نواحی کشور خبر داد. 19 می سال 2024 تخمین ساعت 9:30 بر اثر باران‌های شدید روزهای 18 و 19 می بالاروی سطح آب دریای یوغسو به قید گرفته شد. آب خالی شده از ساحل معمولی 30 هکتار زمین‌های کشاورزی خواجگی دهقانی دهه سرخاب جماعت دیهات خوتن نویه فرخو را زیر آب کرد. 18 می سال 2024 نزدیکی ساعت 16:30 به وقت محلی 6 نفر ساکن دهه گلدره جماعت دیهات بنام میرعلی محمد علی فینویه واسع هنگام جمع‌آوری هیزم بر اثر بالاروی سطح آب در میان دریای یوغسو ماندند و راه برآمد به ساحل را از سبب بلندی سطح آب رودخانه نیافتند. برای از میان دریای پرخروش به ساحل آوردن ساکنان، کارمندان نجات شعبه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نواحی منطقه کولا به جای حادثه رسیده مدت 6 ساعت یک عملیات امدادرسانی پرخطر را انجام دادند. نجات دهندگان با یاری رسمان‌ها یک پول موقتی ساخته به شخصان میان آب مانده خود را رسانده و به هر کدامش لباس نجات پوشانده به ساحل آوردند. آنها به کمک طبی نیاز نداشتند. 18 می سال 2024 در قلمرو دهه کونبوی جماعت دیهات ایسار سطح آب دریای کوفرنیون بالا رفته بر اثر آن به حوله مؤسسه تعلیمی، نقطه طبی، 7 هکتار زراعت کشاورزی و حوله 23 ساکن دیه آب وارد شده است. 18 می سال 2024 در نتیجه باران‌های شدید بالاروی سطح آب روز قرطاق مشاهده شد. در نتیجه خطر زیر آب ماندن منزل‌های ساکنان محلی در دهه بلخک جماعت دیهات شهرنو نویه شهرنو به میان آمد. برای پیشگیری کردن از این وضعیت با یک تکنیک وزنین مجرای دریا تغییر داده شده از زیر آب ماندن بناهای استقامتی پیشگیری شد. 19 می سال 2024 گروه کاری کارمندان مسئول کمیته علوی فوق‌العاده و دیگر وزارت و اداره‌ها به نویه رودکی سفر کردند و معاین کردند که هنگام باران‌های شدید سطح آب دریای ایلاق بالا رفته و به خواجگی‌های ساکنان محلی ضرر رسانیده است. در دهه عدالت، گل‌آباد، کمسمال و شفق جماعت دیهات زینب‌آباد تخانه‌های 2 بنای استقامتی، 58 قطعه زمین نزد یولگی و اینچنین 74 هکتار زمین‌های کشاورزی جماعت دیهات مذکور زیر آب مانده است. بارشات شدید در دیهات شهر وحدت باعث آمدن سیل گردید. همین طریق سیل ساحل رودخانه محلی را بین دیهه‌های چورباغ 2 و چورباغ جماعت دیهات چوینگران زیر آب کرده به حوله ساکنان محلی در آمده است. در دیهه‌های جماعت دیهات به نام کریم اسماعیلوف، برونوف، چوینگران، عبدالواسعی و گلستان تخانه‌های بناهای استقامتی، انشاءات یارورسان و قطعه‌های زمینی نزد یولگی زیر آب مانده است. کمیته علوی فوق‌العاده در جای حادثه قرار داشته برای رفع پیامدهای آفت طبیعی تدبیرها می‌اندیشد. 19 می سال 2024 ضمن اشر در حدود محلی نوروز جماعت دیهات بنام روزق با استفاده از یک واحد تکنیکی کمیته روی بین دیهه روستای سیمیگنج در مسافه 330 متر توزیع کرده شده ساحل دریای سیمیگنج مستحکم کرده شد. از جانب مؤسسه دولتی راه شهر با استفاده از داده تکنیکی مخصوص از جماعت دیهات یوروز تا محله خوشان در سمت راه وحدت رامید از گل و سنگ توزیع کرده شدند. بر اثر آمدن سیل تلفات جانی به قید گرفته نشده است. کارها برای رفع عاقبت‌های سیل در منطقه‌های نورآباد و سنگوار ادامه دارد. کمیته علوی فوق‌العاده خاطررسانی می‌کند که تا 22 می سال 2024 خطر آمدن سیل، ریزش سنگ و ریگ، یرچ و بلند شدن سطح آب رودخانه‌ها باقی می‌ماند. تا حد امکان احتیاط باشید.